همه عمر بر ندارم سر از این خماری مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. نه به مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دیگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. این لحظه تماشاگران ارجمند همصحبت من هستند، عالم، ادبیات شناس، منقد و هم هنرمند بسیار شناخته و دارنده بسیار عنوان ها هست. اما مهم دارنده عنوانی که واقعا هم دوستدار خلق هستند، جلبک نظریف همصحبت من هستند. من اولا شما را استاد ارجمند به خوجند باستان به مرکز ولایت سوخت خوش آمدید میگویم و بسیار ممنون از آن هستیم که این اصلا همصحبت شما هستیم و واقعا هم به وصال شما رسیدن، با شما هم صحبت شدن، این بسیار کار بزرگه و بسیار آرزوی بزرگی که ما در زندگی داشتیم. و سراول من میخواستم هدف آمدن شما به شهر خوجند و عموما درباره آن همایشی بین المللی که ما با هم بودیم کمی حرف میزدیم. تشکر. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرد متاع خانه اوست. من به دو مناسبت به این شهر باستانی تشریف آوردم. شهر مردان بزرگ، شهر قدیم، شهر آغازدار خوجند باستانی. یکی اون مجلس باشکوه با نام شعر حمایت که برگزار شده بود و دیگری بزرگ داشت یک دوست بسیار دانشمند، خیرتمند، فاضل فرزانه، یک فاضلی که دانش و خیرت و فضیلتش از عمر صدها بار بالاتر بود. شادروان عبدالمنان نصرالدین آمده بودم و البته در دو مجلس هم شرکت کردم. مجلس ها بسیار در مقام بلند صورت گرفت. مجلس یکم شعر حمایت بود. البته با تماشابینان عزیز ارجمند میرسانم که شعر حمایت معنی شعر اون است که خب آفریده هایی که از مردم، از انسان ها حمایت میکنند، شعری که مردم به راه راست هدایت میکنند، میگد که این راه راست است، این راه بد. خب البته در صحبت شما حضور داشتید، دیده که اکثر خیلی شعر هم خواندند و این کردند و گفتن از رودکی به بعد شاعرای ما تا به امروز دارن در این موضوع شعر میگویند، ولی شعر حقیقی پیش از حضرت رودکی هم بود. یعنی که از تورات و انجیل و زبور و فرقان و دیگر اثرهای اخلاقی شروع می شود، از کله و دیمنه و دیگر می آید و البته نمونه برجسته اون در عالم ادبیات شعر حضرت رودکی و هم اسران اون است، مثل ابو شکور بلخی، مثل مرادی، مثل شهیدی و غیره و غیره که ما هدایت میکنند. همین شعر بلند، اون شعر چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیز فراموش. عیسی بره دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگریفت به دندان سر انگشت. گفتا که کی را کشتی؟ تا کشته سیدی زار، تا باز کی او را بکشد آن که تو را کشت. انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت. این یک حکمت است که هزارها نفر در این موضوع گفتند، سخن کردند و یک قانون زندگی است. میگویند که ما امروز در اطراف بودا سخنهای زیاد میشنیم، در اطراف دین بودایی و غیره و غیره. دین قدیمتر است از اسلام، از دین نصرانی و از دین دیگرها. بودا اسم حقیقیش سیداتا بود، زاده کشور نیپال، شاهنشاه بود، 30 سال شاه بود، 30 سال حکومت داری میکرد. بعد ببینند که دنیا یک چنان است که پستی و بلندی ها دارد، گرمی و سردی ها دارد، خواب خوشی و ناخوشی ها دارد. چرا چنین باشد؟ میگن که سیداتا گوشه‌نشین شد، شاهی را کنار گذاشت، رفت یک گوشه تنهایی و تمام اثرهای دینی و علمی و دیگر زمان خودش را گرد آورد، از جمله ویداهای هندی و دیگر را آموخت و خلاصه منطقی برآورد، قانون پاداش و کیفر. یعنی هرچی کشتی میدروی و با پیروان خودش اشاره فرمود که
شما اگر خواسته باشه که در زندگی موفق باشید تنها تخم نیکی بکارید، خب خوبی ها کنید که همون عاقبت نتیجهش باید ببینی. اگر بدی کردی انشالله که خودت، فرزندت و چندین پشتت همون بدی تیه اون همون رنج و ریاضت میکشد. برای همین اون سیدات و دعوای نه خدایی داشت نه پیغمبری. معلم بزرگ میگفتن بعدتر پیروان اون اعلان کردن که این پیغمبر، بعدتر گفتن که خدا و غیره و غیره. این حرفایی است که مردم اضافه کردن، وگرنه خدا یک و یگانه است و ما هم بنده خدا و امتی رسول الله. بله. خب استاد شیخ عطار میگوید که هر کی خنداند یتیمی خسته را باز یابد جنتی در بسته را. یعنی که این هم شعر حمایت است، ولی یعنی که یتیمان را پرستش نمودن و بیکس و بیکو و عموما برجا ماندگان را حمایت نمودن است. این وظیفه اساسی ما است. دادر عزیز من فرزان جون، ببینی عمر آدمی یک لحظه است. بله. حضرت بیدل میگه غافل مشو ز عمر که چون کشتی در آب ایستاده می نماید و چون تیر می رود. انا عمر چون یک لحظه است، انا باید ما دائم در اندیشه اون باشیم که تخم نیکی بکاریم و در این عمر کوتاه تنها خوبی به بار بیاوریم. حضرت نظامی باز یک گپ خوب دارد. من برای چی از شعرا مثال میارم؟ اینا پیش از همه حکیم بودند. بله. حکیم نظامی میگفتند، حکیم رودکی میگفتند، حکیم فردوسی. اینا علم حکمت آموخته بودند. شما تصور کنید که این شخصیت های برجسته که من از این بزرگ مردان نام میگیرم، اینا در سن 7-8 قرآن حفظ کردند. بله. تمام آثار دوران خودشون در 16 سالگی 15 سالگی از بر کرده بودند. اینها پیر معرفت بودند، پیر خیرت بودند، نه از نظر سین و سال، در جوانی و بر 14 روایت خواندن قرآن از حافظ در هر عشق رسد به فریاد ار خود بسانی حافظ قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. انا نظامی میگه کوش تا خلق را به کار آیی تا به خلقت جهان بیاری. اگر ما همین کارها را کردن توانیم، یعنی که موفقیم. از ما هم خدا راضی است، هم بنده خدا و هم زندگی و انشالله که احترام مردم رو میبینی. البته هست بعضی دوستای من میان گله میکنن که نه که جرابی ما این خوبی کردیم نتیجهش ندیدیم این و اون. اونها اشتباه میکنن. من دوستای خودم میگم، خودم خیلی زیر فشار بودم، هستم متاسفانه. انا لیکن میگم که همون انا نیکی که کردی تو نیکی میکنی در دجله انداز که ایزی در بیابان دهد باز. برادر من هر چی بدی ها میبینی تو نیکی کن. خیلی 2 نفر 3 نفر شاید جوابی تو نگردن، لیکن انشاءالله که چندین نفرها به تو همین محبت هم میکنن. اینا دیروز هم که اومده بودن در اون محفل، انا از شما سر کرده جوانای بسیار نازنین خوب اونجا شعر خوندن، شعر حمایت. البته به قدر امکانی اولی کار است، انشالله که بعد آینده موفق میشوید. خب استاد، چون گفتید ما همزمان به یادبود استاد عبدالمنان نصرالدین شرکت کردیم، خب من امینم که شما از اثرهاشون با خبر هستید و عموما شما با عبدالمنان نصرالدین آشنایی داشتید ظاهرا. گپ در سر این بعد که هر چند با نام شعر حمایت آمده دیم، یکی از تجسمگران تبلیغگران شعر حمایت و اخلاق، آداب، انسانیت، پاکی، آزادگی شادروان عبدالمنان نصرالدین بود. عبدالمنان نصرالدین ما سالها با هم دوست بودیم، همدیگر خوب میفهمیدیم. امروز نظر من، شاید من اشتباه کنم، یک دوست یک همصحبت خوب پیدا کردن که در مقام خیرت فضیلت بیاد خیلی 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 دشوار است. من در سیمای عبدالمنان یک دوست بسیار جانی، دوست بسیار خوب، یک عارف فرزانه پیدا کردم. عارف به معنای یقین، به معنای تامش، مردی شکست نفس، مردی پاک، خیرتمند، دانشمند و امثال اینو. من بعضا صدا بالا میکنم، من اندک دارم کم بود، لیکن اون آدم از این کمبودی ها در کنار بود. انسانی بود که وجودش پر از حکمت بود. شما تصور کنید از زمان آدم و شعرا، از رودکی شروع
تا شاعران معاصر در مورد خب ادبیات ما، در مورد تاریخ ما، خب در اطراف علم و معرفت و خیرات و فضیلت ده ها تالیفات دارد. ما به این شخص کمتر اهمیت دادیم. راست شگم عبدالمنان نصرالدین از جمله آنهایی بود که نشناخته مانده بود. خوشبختانه بعضی برادران خوب بودن که آثار عبدالمنان نصرالدین معرفی کردن به ما. آثار خوب و برجسته، آثار بزرگ. دیروز خب از خود یک میراث گرانبها باقی گذاشته است. برای خدا وقتی که با آثار این مرد فقیه، دانشمند، فاضل، عاقل نظر میکنی، بوی شیبلی نعمانی میآید. بله. از اون بزرگ مردم بسیار بود در این جوانی کارهای خیر بسیار کرد. البته چیکار کنیم که خداوند است میگه آدمی از برای لذت خویش زندگی دراز میخواهد. آنکه او را زندگانی داد، داده خویش باز میخواهد. اکنون چیکار کنیم؟ اینم ببینه شخصیت های بزرگ برجسته شبلی نعمانی نام گرفتم، 57 سال جمع عمر دید، کاری کرد که انشاءالله جاویدانه نام خودش باقی گذاشت. یا امام غزالی از چند سال پیش با تنتنه جشن گرفتیم هزاره غزالی را، 54 سال عمر دید، لیکن اثرهای آفرید، کیمیای سعادت، ایول علوم، خیلی اثرهای دیگر شکل اونا برای خودش. غزالی به همه بزرگان بعدی تاثیر گذاشت، با سعدی، با عبید زاکانی، با جامی، با بزرگان بعدی. نقش غزالی خیلی بسیار بود. شما تصور کنید یک تاجیک پسر با نام امام غزالی تمام عالم عرب به حیرت گذاشت. خلیفه های عباسی خواهش کردن، زاری کردن که برای در مدرسه نظامیه بغداد راهبر تمام علما شود. برای ما افتخار است. و بعد چون مرد خردمند بود، از این مقام جلوه و کیفیت و راحت اینها خود کناره‌جویی کرد، هرچند که خلیفه های عرب نمیموندن. بهانه خانه کعبه را کرد و بعد رفت بیت المقدس، رفت خانه کعبه و بعد آمد در توس دیگر باز به تعلیم، به عرفان و غیره و غیره ها مشغول شد. همین دوست من بسیار وقتا میدم از جمله چنین ها بود. ما با عبدالمنان نصرالدین چند دفعه در مجلس های باشکوه در جمهوری اسلامی ایران شرکت همراه بودیم، در خود تاجیکستان هم. من هر وقت که میگفتن که عبدالمنان نصرالدین فلان کشور فرستادن، یا تبریز یا تهران یا جای دیگر، من افتخار میکردم و باور داشتم که سیمای معنوی، سیمای پاک و آزاده ملت تاجیک به دیگران معرفی میکنن. بیهوده نگفتن که فرستاده باید که دانا بود. در حق عبدالمنان سخنهای خوب شد و هرچی گفتن راست گفتن. هم علم بسیار بزرگ برجسته داشت، هم شخصیت بسیار بزرگ. اونجا یک کسی یک مثال خوب آورد که از یک حکایه که فضلالدین محمدی آورد که یک اوستای چیره دست بوده است، وقتی که فوت میکنه میبرن به خاک میسپارن، بعد قاعده است که اونجا که رفتیم میگن چی کس بود؟ همه گفتن که اوستای چیره دست بود، اوستای خوب بود. یک اون کس نگفت که آدم خوب بود. اینش بسیار حکمت عجیب است. عبدالمنان دیروز اگر دیده باشید در مجلس، همه میگفتن که دانشمند بزرگ برجسته بود و انسان بسیار بزرگ. یعنی که هم دانش، هم خیرات، هم فضیلت، هم آدمیت. این شهادت همین که با گفتار نیک، پندار نیک، رفتار نیک خودش به مردم آشنا ساخت. روحش شد، یعنی هم عالم بود هم آدمی خوب بود. هم عالم بود، هم آدم، هم دوست، هر چی که گوید. روحش شد باشد خانه آخرت شاباد. خدا کند که از این من امید دارم، انشالله باوری دارم که ابدالآباد با آثار گرانبهای خودش زنده خواهد ماند. لیکن خدا میکنم که از خدا تمنا میکنم که مردم تاجیک صاحب چنین فرزندان باشد. او یک کار خوب کرده دارم. همین حوزه علمی ادبی خوجند خیلی مقامش بالا برداشت. اینا چند نفر بودن از این دانشمندا. خب
همون گروهی را که جمع کرده بود ملا عبدالمنان ناصرالدین خدا بیامرز، این سالهای خوب اونجا وارد شدن، همین ناصر جان سلیموف، نظام الدین زاهیدوف، خب این نور علی نورزاد، خب خواهر فرزانه بانو، شاعر خلقی تاجیکستان، نه خواهرش با اپش بله. مطلوبه خوجایه، مطلوبه خوجایه از برای خدا کارهای خوب زیاد دارد مطلوبه خانم، چیزکای خوب دارد. فرزانه هم باعث افتخار است، هم شعر خوب دارد، هم دانش دارد، هم خیرات دارد. خوشبختانه رئیس اتحادیه نویسنده من شعرش را به تازه گرفتم که احمد جان از برای خدا شعر خوب دارد. احمد جان رحمتزاد هم دانش دارد، هم شعر خوب. من نمیدونم من ویلی چی به گرفتار شدم یا چی درد و گرفتار شدم که همه یک قبول ندارم، نه در عالم هنر نه در عالم علم. ولی این جوانایی که حاضر نام گرفتم این شخصیت ها همش در مقام خوب علمی قرار دارند. خداوند چشم بد نرسد به این محفل، به این جمعیت علمی ادبی خوب جند. خداوند موفق باشند. اکنون رفته ها رفتن، چیکار میکنید؟ من از زنده ها از شاگردانش خواهش میکنم که همون مکتب خوبه دوام بدهند انشالله که اکنون. ولی همزمان محفلی که خودشان اساس گذاشته بودن، محفل گنج سخن، همزمان شاگردشان سید عمران سیدوف ادامه میدهند و استاد واقعا هم شخصی بزرگ بودند و برای من هم همش یک نفر شاگرد همه کوچکترینشان دیگران گفته ببینید از رودکی سر میکند. در مورد رودکی چندین کتاب ها به طبع رسیدند. البته اینجا میگن که متن علمی انتقادی و فلان بهمدون نه، چاپ اکادمیکی آثار رودکی به طبع رسید. اولی کار خیر در تاجیکستان پیش از همه انستیتوت شرقشناسی کرده بود با رهبری عبدالغنی میرزایف، دانشمند بسیار بزرگ برجسته. هم به مناسبت 1100 سالگی استاد رودکی هم آثار رودکی را تا قدری که توانستن به طبع رسوندن و هم آثار هم اسران رودکی. اینا بعدتر دیدید که از داخل کتاب بعد چندین ابیات گفتن که این مال رودکی نیست یا اینش فلان است، یعنی این کردن. کارهای دیگری بسیار چاپ شد با نام نسیم مولیان، آدم و شعر و عبدالله رودکی و غیره و از جمله کتاب برجسته سید نفیسی به طبع رسوندیم. این سرچشمه همه کتاب ها همون بود، به طبع رسوندیم. کارهای بسیار کردن. لیکن داملا عبدالمنان ناصرالدین خدا بیامرز سر این موضوع وقتی که وارد همین جهان شد از نظر تنقیدی مناسبت کرد که کدام کتاب خوب بود کدام قابل قبول نبود. خوب کدام شعر مال رودکی است کدام نه. از جمله حالا ببینید مثلا همون شعری بخنده لاله بر صحرا بسان چهره لیلا بگیرد ابر برگردون بسان دیده مجنون و غیره. حاضر سر اون اندیشه آمدن که مال قطران است یا چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت. خب این سر موضوع اون آمدن که شاید بر ناصر خسرو تعلق داشته باشد. انا یا مثلا این جهان را نگر به چشم خیرد نه بدان چشم کندرون نگری همچه دریاست و نکوکاری کشتی احساس تا بدان گذری. این شعر استاد رودکی بود که شاعرای عرب به عربی ترجمه کردن. واریانت فارسی، واریانت تاجیکی، واریانت خود رودکی مفقود شده است، بین رفت. همین دو بیت نازنینه که بر رودکی تعلق داشت در ترجمه باز سید نفیسی از زبان عربی گرفت به فارسی برگردون دست ما. شاید با گفته حضرت رودکی خیلی نزدیک باشد. یا در مورد مولانا آمد یک چیزای خوب گفت، یعنی که نوشتهاش پر از حکمت است. من دیروز در اون مجلس گفتم که بعضی مقالاتی دارد که از کتاب 1000 صحیفگی که امروز بعضی محققان با نام عالم چاپ میکنن ارزشش بیشتر است. بله. دوری حکمت. انا همین چیزا توانست کردن. میگویند که در سخن دور باید سفتن ورنه گنگی به از سخن گفتن. به طور مصنوعی اگر یک چیز سازیم پوفک هستون بعد که ترکید میبینی خالی است. انا کوشش کردن در کار که با اونها تکیه کنیم که جوهر دارن. او بسیار نوشتن ها مثلا در ادبیات ما یک
نفری هست مکتب شیرازی جمع الجمع یک مثنوی لیلی و مجنون دارد عبارت از 2100 بیت. خب لیکن در مقابل مکتبی شیرازی زلالی خانساری نام یک نفر است که 15 مثنوی دارد، 15 تا. لیکن یگان مثنوی زلالی خانساری به درد مردم نمیخورد. کتابخانه از اون پر است، لیکن اگر کم مورد استفاده قرار میگیرد. همین چیزا باید ما درک کنیم. یعنی تکیه به خیرات، فضیلت، پاکی، آزادگی و جهانی باطنی مردم. مثلا من با تمام مسئولیت میگم که دانش خیرات و فضیلت عبدالمنان نصرالدین از هر اکادمیک دیگر بالاتر بود. اینا با تمام مسئولیت میگم. اگر یگون اکادمیک دعوا داشته باشد پیش من بیاد. این به شک و شبهه است که شاگردای دوران که واقعا هم اکادمیک شدن امروز ها. خب استاد، من این لحظه در مورد آن از شما پرسان شدن میخواستم که چون واقعا هم تاریخ نیاگان ما، ادبیات کلاسیک ما واقعا هم سراسر از شاعران عبارت است که شاعران جهانی هستند و من نظر شما رو میخواستم امروز بفهمم که امروز آیا ما شاعران داریم که واقعا هم شاعران جهانی باشند و امروز آیا شعرهای شاعران امروزی ما رو در دیگر دولت ها میخوانند از جمله در ایران یا اینکه در افغانستان اعتراف میکنند یا نه؟ در این مورد من شما رو برادر عزیز از شاعران عزیز معاصر خودمان پوزش میخواهم از من هیچ نرنجند. ما در بسیار مقاله ها در روزنامه ها در همه جا میبینیم فلان کس نابغه، این نابغه شاعرای دوران ما. با تمام مسئولیت به حضور فیض معمور و مبارک مردم تاجیک میرسانم که ما امروز از حساب شعرای ادیبای معاصر نابغه نداریم. یگانه نابغه اگر باشد از حساب دانشوران ما، از حساب اونه که حکمت گفت، محمد اقبال لاهوری است. اون بیشک نابغه است. دیگر نابغه شدن کار اندک نیست. ما میتونیم همدیگر را استاد بگیم، همدیگر را تعریف کنیم، همدیگر را توصیف کنیم، بگیم تو دنیا را همه را کشف کردی، تو فلان کردی، تو بهمدان. حرفی بیهوده است. چرا؟ خیلی شاعرای خوب داریم. ما شاعرای خودمون در حوزه ادبی ماورالنهر بها میدهیم. خب بعضی ها میخوان سخنای بیهوده میگویند و بعد یک کس تعریف توصیف. این متاسفانه از ندانستن شعر و ادب است. وگرنه دانن این حرف نمیگن. شما بچه ها که به استعداد هنرمند اینا بسیار کسا با آینده نیک شما باوری دارن. از جمله فرزانه بانو خیلی ذکر خیرتون کردن. خب من گفتم که حوزه ادبیتون هم خوب است، شاعرای خوب داره. نیکین اکن ببینید دولت شاه سمرقندی یک جا میگه در تذکرات الشعرا که چه نیک نظر کردن در هرات، در یک هرات شهر کوچک 366 شاعر بود که اکثر اونها زنده نموندن، یعنی نامشون زنده نموند. خب اکنون همه چیز در نتیجه کوشش و خرج دادن ها به دست میاد. اینا بینه که همین عبدالمنان نصرالدین خیلی در علم موفق شد. چرا شاعرای ما موفق نشوند؟ برای نکن فرزان عزیز بسیار مطالعه با قول لیلین کبیر خوانید باز خوانید. امروز بسیار کسا هستند که لیل سنگ بزنن، زمان حکومت شوروی را که سنگ میزنن. در من با تمام مسئولیت میگم که روزگاری که ما تا گرباچوف علیه لعنت داشتیم هیچ کس ندارد. همین سخن پخش کجون گرباچوف علیه لعنت، چون که عالم و آدم به هم زد، باعث رنجش، باعث خرابی، باعث صدها بلا گردید. و امروز البته خوشبختانه معلوم است که این روزگار آرام و آسایشته داریم. امروز اینقدر دانشگاه ها داریم. این شکرانه باید کرد. این حاضر منم اومدم از اون مجلستون اومدم تنها خوبی های در خوجند دیدم. ما با خانم گلرخسار می نشستیم، بعد میگیم که این اخلاق بینه، آداب بینه، معامله را بینید، احترام بینید. از این چیزا خیلی شاد بودیم. خیلی خوجند هم خیلی پیش روی ها دارد. حاضر اومده من اینجا دیدم میگویند که این چیز با تشبوس رئیس جمهور چنین صورت گرفت. اینم کار خیر است. بله.
این آمدیم حالی را که نو آمدم من که شما آمدید من اینا که زیر سوال گرفتید خوب هستین. با شما بر اینها من یک پیشنهاد دارم، البته حقوق دارم چون که سن سالم یک جا رفت از زندگی خیلی دیدم. بشه به استاد هستید واقعا. انا همین پیشنهاد من همین است که انا بیشتر بخونید، بدونید